متوقف باشه دوره، هم دور باطله هم تسلسل باطله. بنابراین اختیار شما را خودت دوباره اختیار میکنی. اختیار داری؟ دارم. پس اختیار تو اختیار نمیکنی. الحمدلله. این وجود ضرورتش همینه. شما به ضروره مختاری. توجه کن. شما با اختیار نمیکنی، به ضروره مختاری. یعنی چون هستی مختاری، چون وجود انسانی داری و هستی انسانی دیگه، پس اختیار. هر انسانی وقتی به وجود میاد در این عالم با اختیار به وجود میاد. حالا گاهی به اختیار خودش آگاهی داره، گاهی نه. بچه ممکنه، بچه هم مختاره ولی توانایی نداره که با اختیارش عمل کنه. اون وقتی بچه گریه میکنه میتونه هم گریه نکنه. توجه فرمودید؟ آگاهی نداره که حالا اختیارش کجا به کار ببره. ولی انسان مختار به دنیا می آید. انسان وقتی به این دنیا میاد اختیار را با خودش می آورد. حالا اینجا ممکنه یه مسئله مطرح بشه. اینا خیلی بحث شده در این مسائل بین اشاعره، معتزله، حکما، فلاسفه، یونان، اسلام، همه جا بحث شده. بحث اینه که آیا آدم میتونه خودشو غیر مختار کنه یا نه؟ انسان مختاره به ذات. هر انسانی به حسب ذات داره اختیار. آیا میتونه انسان یه کاری بکنه که دیگه اختیار نداشته باشه یا نه؟ خودشو اختیار از خودش سلب کنه؟ میشه یا نمیشه؟ این سلب ضرورت میشه که نمیشه. حالا ببینیم میشه یا نه. حالا اجازه بده بحث کنیم با هم. مثلا اگر خدای نکرده، البته خدا نکنه همچین چیزی پیش بیاد، یه کسی از طبقه 20 ساختمان خودشو پرت کنه پایین، عصبانی باشه، خودشو پرت کنه به قصد کشتن. از طبقه 20 که میخواد بیفته رو زمین یه فاصله طول میکشه دیگه. این وسط راه پشیمان بشه که ای کاش من خودمو پرت نکرده بودم. حالا این اختیار داره که خودشو نگه داره یا نه دیگه؟ تو راه که داره میفته در حال سقوط اختیار داره که خودشو نگه داره یا نه؟ اگه بتونه آره، ولی اگه بتونه نمیتونه دیگه. ولی نمیتونه. اختیار داره خودشو نگه داره؟ نه. خودشو پرت کرده، وسط راه پشیمون شده، تو راه که داره سقوط میکنه. مثلا طبقه 20 خودشو پرت کرده، طبقه 10 که رسیده پشیمونه که کاش خودمو پرت نکرده بودم. حالا اختیار داره که برگرده خودشو حفظ کنه؟ نداره. داره میفته. اینجا اختیار نداره. اما اختیار نداشتن خود را خود اختیار کرده است. آفرین. با اختیار بی اختیاری اختیار کرد یا نه؟ نه، با اختیار. با اختیار خود را بی اختیار کرد. توجه نکردی؟ الان دیگه وسط راه اختیار نداره، سقوط کرده و میفهمه که ای کاش نکرده بود، اما با اختیار خودش را بی اختیار کردن. پس انسان مفردی از اختیار نداره، حتی اونجا که خودشو بی اختیار میکند. حالا یه مثال بود من زدم، صدها مثال دیگه میشه باز زد. اختیار هست. میشه خیلی مثال های دیگر زد. بله، توجه فرمودی؟ مثلا کسی خودشو مسموم کرده با اختیار، ولی حالی که مسموم شده پشیمون شده، ولان به گونه‌ای مسموم شده که دیگه راه علاج نداره. چون گاهی ممکنه به اندازه مسموم باشه که راه علاج، فرض میکنیم که دیگه راه علاج نداره. حالا اگه شد که مالجش میکنه ان شاء الله. اگر به قدری مسموم کرده خودشو که دیگه راه بازگشت نداره، الان پشیمون شده، دیگه اختیار نداره که سالم بمونه. اینجا اختیار نداره، اما با اختیار خودش رو بی اختیار نکرده. چرا؟ خودش مسموم کرده خودش. پس با انسان میتواند با اختیار خود را بی اختیار کند. خب پس حتی بی اختیار شدن انسان نیز به واسطه اختیار صورت میپذیرد. یعنی انسان میتواند با اختیار خود را بی اختیار کند. پس هرگز اختیار از انسان سلب نمیشه و انسان مختار است که هر چی دلش بخواد انتخاب